شب آتشبازی بود. سالروز کشف توطئه گای فاکس. مردی که قصد داشت مجلس رو منفجر کنه. جرقه‌های نور آسمون رو پر کرده بود. فضا بوی باروت میداد. از همه جا صدای ترقه میمد. پوارو و سرباز رجب با هم قدم میزدن. پسر بچه‌ای با صورت چرک به سمتشون دوید. آقا یه پنی برای مراسم میدین؟ آقای جب گفت معلومه که نه. ببین پسرم. آقای جب پسرک رو نصیحت کرد. پسر بچه ولگر ترسید. عقب رفت و به رفقای همسن و سالش گفت خوبه پلیس آدم خسیس. بچه ها سرود آتشبازی رو دست جمعی خوندن و رفتند. یادت بماند. 5 نوامبر یادت بماند. خیانت فراموش نمی‌شود. پوارو خندید. آفرین جب، دست به نصیحتت خیلی خوبه. پناه بر خدا، همیشه یه مش بهونه میارن که گدایی کنن. مراسم با مزه‌ایه. ترق طروق آتشبازی که مثلا یاد گای فاکس رو زنده نگه دارن، در حالی که یادشون نمیاد طرف دقیقاً چی کار کرده. بچه ها که اصلا نمیدونن گای فاکس کیه. معلوم نیست آتش زدن مجلس خیانته یا شجاعت. جب خندی. مطمئن باش خیلی ها با قسمت شجاعتش بیشتر موافقن. در حین پیاده روی صدای ترقه ها رو از پشت سر میشنیدن. رگباری از نور طلایی فشفشه ها آسمون رو روشن کرده بود. جب گفت برای قتل شب خوبیه. صدای گلوله تو صدای ترقه ها گم میشه. اتفاقا همیشه برام سواله، چرا جنایتکارها از همچین فرصتهایی استفاده نمی کنن؟ بعضی وقتا میگم کاش تو هم یکی رو میکشتی. پوارو خندید. عجب. باور کن دوست دارم ببینم چجوری قتل تمیز و سر و سامون میدی. مطمئن باش روحت هم خبردار نمیشه، چه برسه به این که ببینی. اصلا شاید هیچ وقت نفهمی کسی کشته شده. جب از ته دل خندید. ای بدجنس. 10:30 صبح روز بعد صدای زنگ تلفن پوارو بلند شد. الو. سلام پوارو، جبم. سلام. یادت دیشب گفتیم برای قتل فرصت خوبیه؟ خب یه بیوه جوون خودکشی کرده، خانم آلن. جسدش تو یکی از ساختمونایی که دیشب کنارشون پیاده روی کردیم پیدا شده. همون ساختمونای به شکل انگلیسی. با من میای؟ نکته مبهمی هست که تو رو دنبال پرونده خودکشی فرستادن؟ پزشک آگاهی گفته مشکوکه. حس میکنم خوبه تو هم بیای. پس حتما میام. پوارو همزمان با جب و 3 همراهش به آپارتمان شماره 14 رسید. حلقه بزرگی از جمعیت دم در آپارتمان جمع شده بودند. افسر پلیسی روی پله ها ایستاده بود و سعی میکرد جمعیت رو دور نگه داره. عکاسا عکس میگرفتن و خبرنگارا منتظر بودن سر و کله پلیسی پیدا بشه تا گزارش تهیه کنن. جب از ماشین پیاده شد. همه خبرنگارا به سمتش رفتن. جب کنارشون میزد و جلو میرفت. فعلا حرفی ندارم. گفتم فعلا نظری ندارم. جب و پوارو از بین جمعیت گذشتن و مأمورا در ساختمون و پشت سرشون بستن. بازرس ناحیه جیمسون بالای پله ها ایستاده بود. بفرمایید بالا قربان. جب و پوارو وارد اتاق خواب کوچکی شدن. جیمسون گفت خانم آلن با یکی از دوستاش به اسم خانم پلندرلیس زندگی میکرده. ایشون خارج از شهر بودن. امروز صبح برگشتن. وقتی اومده دیده کسی خونه نیست. تعجب کرده. خدمتکارا معمولاً ساعت 9 صبح میمده. خانم پلندرلیس رفته طبقه بالا به اتاق دوستش. در از داخل قفل بوده. دستگیره رو محکم فشار میده و در میزنه، دوستش رو صدا میکنه، ولی خب فایده‌ای نداشته. آخر مجبور شده با پلیس تماس بگیره. ساعت 10:45 زنگ زد. ما هم فوراً خودمون رو رسوندیم و در رو به زور باز کردیم.
خانم آلن درازکش افتاده بود رو زمین و گلوله به سرش شلیک شده بود. یه کلت هم تو دستش بود. بازرس جب گفت خانم پلندرلیس کجاست؟ پایین تو اتاق نشیمن. دکتر چی؟ اتاق روبرو. جب و پوارو به اتاق روبرو رفتن. از اتاق قبلی خیلی بزرگتر بود. انگار اتاق نشیمن رو به اتاق خواب تبدیل کرده بودن. کمد کشودار پای بلند و میز تحریر عتیقه بزرگی از جنس چوب گردو هم تو اتاق بود. روی یه میز شیشه‌ای کوتاه زیر سیگاری بزرگی پر از ته سیگار بود. هرکول پوارو هوای اتاقو استشمام کرد. جلوشون جسد زن جوانی کف اتاق افتاده بود. زن موهای بور داشت. حدوداً 27 ساله بود، با آرایش مختصر و چهره‌ای غمگین و البته نه چندان باهوش. سمت چپ سرش مقداری خون لخته شده بود. زن هفتیر کوچکی رو با انگشتای دست راستش گرفته بود. مرد میان سال بلند قدی مشغول وارسی جسد بود. مرد با صدای جب به سمتش برگشت. دکتر چه خبر؟ وضع قرارگیری جسد کاملا منطقیه. به خودش شلیک کرده. از روی صندلی لیز خورده و اینجوری رو زمین افتاده. در قفل بوده. پنجره‌ام از داخل چفت بودن. خب پس مشکل چیه؟ هفتی رو ببین. جب و پوارو خم شدن تا هفتی رو از نزدیک ببینن. جب گفت انحنای دستش مشکل داره. با اینکه هفتیر دستشه ولی انگار چیزی رو نگرفته. مورد دیگه هم هست؟ تا دلت بخواد. هفتیر تو دست راستشه. حالا زخم سرشو ببین. بالای گوش چپ ببین. عجب. شاید بشه دستتو دور سرت بچرخونی ولی غیر ممکنه که بشه شلیک کنی. پس قضیه روشنه. یه نفر بهش شلیک کرده. بعد خواسته خودکشی جلوش بده. اما در و پنجره چی؟ جیمسون گفت پنجره ها چپ بود، اما در با اینکه قفل بود هنوز کلیدشو پیدا نکردیم. هر کی بوده درو قفل کرده و رفته به امید اینکه کسی متوجه نشه کلید گم شده. پوارو گفت چه فکر احمقانه ای؟ جب گفت پوارو دست بردار. همه رو با خودت مقایسه نکن. یارو با خودش گفته درو میشکنن، میان تو، جسد زنی رو پیدا میکنن که هفتیر دستشه. نمونه بارز خودکشی. شانس آوردیم که خانم پلندرلیس پلیس خبر کرده. اگه همسایه ها رو خبر میکرد و درو میشکستن کلن از کلید غافل میشدیم. طبیعتاً باید همین کارو میکرده. عجیبه که پلیس خبر کرده. پوارو به جسد نگاه میکرد. جب پرسید به چی فکر میکنی؟ ساعت مچیشو نگاه میکردم. ساعت رو مچ دست راست زن بود و بند سیاه ابریشمیش با ظرافت جواهرکاری شده بود. جب گفت شیکه. احتمالاً قیمتش بالاست. ممکنه مدرک مهمی باشه؟ شاید. پوارو به سمت میز تحریر رفت. جوهردان نقره‌ای بزرگی وسط میز و جلو شیشه الکل و جوهر خشک‌کن بود. سمت چپ قلمدان و تعدادی تمبر و موم برای مهر کردن نامه‌ها. سمت راستم تقویم رومیزی بود که هر صفحش سال، ماه و روزو نشون میداد. تو تنگ کوچیک روی میز قلم سبز رنگ پرنقش و نگار و گرون قیمتی دیده میشد. پوارو قلم رو در آورد و نگاش کرد. قلم جوهر نداشت، صرفاً تزئینی بود. توی قلمدونم فقط یک قلم قابل استفاده بود. پوارو به تقویم نگاه کرد. جب گفت سه‌شنبه 5 نوامبر، یعنی دیروز. به سمت دکتر برگشت. چند ساعت مرده؟ راست ساعت 11:33 دیشب کشته شده. چشمای جب گرد شد. دکتر خندید. شوخی کردم. خواستم مثل فیلم‌ها دکتر بازی در بیارم. فکر کردم ساعتش از کار افتاده یا همچین چیزی. ساعتش از کار افتاده، اما ساعت 4:15. گمون نکنم ساعت 4:15 کشته شده باشه. نه امکان نداره. تشخیص من ساعت 11 است. حالا با 1 ساعت بالا پایین. پوارو نگاهی به جوهر خشک‌کن کرد. همه برگه ها سفید بود. بعد سراغ سطل زباله رفت. 2-3 تا کاغذ آگهی پاره شده توی سطل بود که همه 2 نیم شده بود و میشد راحت به هم وصلش کرد. جب گفت
چیز به درد بخوری نیست. نه، خیلی عجیبه. اینکه نامه خودکشی نذاشته؟ دقیقاً. اینم یه دلیل دیگه که خودکشی نبوده. بریم با خانم پراندرلش صحبت کنیم. موقعی رفتن پوارو یه بار دیگه به قلم زمردی پرنقش و نگاه کرد. خانم پلندرلیس روی صندلی کنار شومینه نشسته بود و دستاشو گرفته بود بالای شعله. سبزه بود و موهای مشکی داشت. زن میان سال درشتندامی هم توی اتاق بود که کیسه کنفی دستش بود. وقتی پوارو و جب وارد شدن، زن نفس زنان مشغول حرف زدن بود. وای خانم، زبونم بند اومد. نزدیک بودم اونجا قش کنم. گفتم لابد مثل هر روز صبح. خانم پلندرلیس حرفشو قطع کرد. بذارید بعدن. گمونم آقایون پلیس هستن. جب جلو اومد. خانم پراندرلیس؟ بله خودمم. ایشونم خانم پیرس هستن، تو کاری خونه کمکمون میکنن. خانم پیرس آروم و قرار نداشت. آقا داشتم به خانم گفتم لابد مثل هر روز صبح. خواهرم قش کرده بود، فقط هم منو داره، مجبور شدم بمونم پیشش. جب پرید وسط حرفش. عجب. تشریف ببرید تو آشپزخونه. ماجرا رو برای بازرس جیمسون تعریف کنید. خانم پیرس از اتاق بیرون رفت. جب رو کرد به خانم پلندرلیس. سربازرس جب هستم. لطفاً هر چی در مورد ماجرای امروز میدونید تعریف کنید. حتما. از کجا شروع کنم؟ نشانه شوک یا ناراحتی تو چهرش نبود. بازرس پرسید صبح چه ساعتی رسیدید؟ نزدیک 10:30 بود. وقتی رسیدم خانم پیرس هنوز نیامده بود. سابقه تأخیر داشته؟ حداقل 2 روز در هفته. جای 9 صبح 12 ظهر میاد. اونم اگه قوم و خویشش مریض نباشه. چند وقته میاد؟ حدود 1 ماه. خب تعریف کنید. بله. نزدیک 10:30 رسیدم. کرایه تاکسی رو دادم. چمدون آوردم تو. دنبال خانم پیرس گشتم. ندیدمش. رفتم بالا. یکم بالا رو مرتب کردم. بعد رفتم سراغ باربارا. در اتاقش قفل بود. چند بار دستگیر رو فشار دادم و در زدم اما جواب نداد. اومدم پایین، زنگ زدم به پلیس. پوارو گفت معذرت میخوام، چرا با یکی از همسایه ها در رو نشکستید؟ یعنی به ذهنتون نرسید؟ دختر به سمت پوارو برگشت و سریع براندازش کرد. نخیر، به ذهنم نرسید. ضمناً ترجیح دادم اگر مشکلی هست پلیس در جریان باشه. پس به نظرتون مشکلی وجود داشت؟ معلومه؟ از اینکه در زدید و دوستتون جواب نداد؟ شاید خواباور یا آرام بخش خورده بوده. میدونستم از اینجور چیزا نمیخوره. اصلا شاید در اتاقشو قفل کرده بود و رفته بود بیرون. دلیلی نداشت در اتاقو قفل کنه. ضمناً اگه رفته بود برام یادداشت میذاشت. مطمئنید نذاشته بود؟ معلومه. چه حرفی میزنی؟ جب گفت از سوراخ کلید توی اتاقو نگاه نکردی؟ نخیر، اصلا فکر همچین چیزی رو نکردم. ضمناً چیزی هم نمیدیدم، چون حتما کلید توی قفل بوده. کار درستی کردید. گمونم دلیلی هم نداشت تصور کنید دوستتون خودکشی کرده. اصلا. به نظرتون ناراحت یا دلواپس نبود؟ نه. میدونستید هفتیر داره؟ خب بله، از هندوستان خریده بود. همیشه توی کشوش بود. مجوز داشت؟ گمونم داشت، مطمئن نیستم. لطفاً هر چی درباره خانم آلن میدونید به ما بگید. اینکه چند وقت میشناسیدش یا خانواده‌اش کجان، خلاصه همه چی. 5 سالی بود میشناختمش. اولین بار تو مصر دیدمش. از هندوستان برمیگشت انگلستان. منم مدتی توی آتن درس میخوندم. قبل از اینکه برگردم خونه چند هفته رفتم مصر. توی کشتی با هم آشنا شدیم. از هم خوشمون اومد. دنبال کسی بودم که باهاش خونه بگیرم. فکر کردم باربارا دختر خوبیه، با هم کنار میایم. پوارو گفت کنار اومدید؟ خیلی خوب. هر کدوم دوستای خودمونه داشتیم. باربارا اجتماعی تر بود. دوستای من هنری. جب گفت از خانواده‌اش چی میدونید؟ زندگیش قبل آشنایی با شما چجوری بوده؟ راستش چیز زیادی نمیدونم. گمونم فامیلیش قبل ازدواج آرمیتیج بود. شوهر داشت؟ بله، اما زیاد ازش حرف نمیزد. تا جایی که میدونم یه رو الکلی بوده و 2 سال بعد ازدواجشون مرده. دخترشون هم تو 3 سالگی مرده. گمونم وقتی ازدواج کرده 17 سالش بوده. تو هندوستان هم ازدواج کرده. بعدم تبعیدشون کرده بودن به جزیره‌ای که مخصوص آدمای لاابالیه. چون میدونستم حرف زدن درباره این قضیه ناراحتش میکنه، من چیزی ازش نمیپرسیدم. بدهی، قرض؟ نه هیچ.
با مردی آشنا نشده بود؟ خب با یکی نامزد کرده بود. میخواستن ازدواج کنن. اسمش چیه؟ چارلز لاورتون. چند وقت بود میشناختش؟ حدود 1 سال. کی نامزد کردن؟ حدود 3 ماه پیش. اختلافی نداشتن؟ نه. بار اهل بگو مگو و جر و بحث نبود. آخرین بار کی دیدیدش؟ جمعه قبل وقتی رفتم تعطیلات. خانم آلن نرفت؟ نه، گمونم میخواست یک شنبه با نامزدش بره بیرون. شما کجا رفتید؟ لیدز هال. پیش کی؟ آقا و خانم بنیتیک. امروز صبح برگشتی؟ بله، صبح زود آقای بنیتیک رو رسوندم. جب سر تکون داد. جوابای خانم پلندرلیس واضح و قانع کننده بود. پوارو پرسید نظرتون درباره آقای لاورتون چیه؟ مهمه؟ نه شاید نباشه. میخوام نظرتون رو بدونم. خب اون 31-2 سالشه، خوش صحبت و بلند پروازه و البته پرفیس و افاده. به نظرم آدم خلاقی نیست. گمان نکنم این ضعفا از نظر خانم آلن مهم بوده باشه. بار حس میکرد چارلز فوق‌العاده است. با تمام وجود دوستش داشت. پوارو آروم گفت خانم آلن رو خیلی دوست داشتید؟ جین زانوهاشو بغل گرفت و دندوناشو به هم فشار داد، اما کاملا بی احساس جواب داد بله خیلی. جب گفت با هم اختلاف نداشتید؟ بگو مگوی دلخوری؟ نه به هیچ وجه. دشمن نداشت؟ جین بعد از وقفه طولانی گفت منظورتون از دشمن چیه؟ هر کی، مثلا کسی که از مرگش سودی ببره. نه اون درآمدش کم بود. ارثش به کی میرسه؟ نمیدونم. به دلایلی غیر از پولم دشمن نداشت؟ کسی ازش کینه‌ای نداشت؟ گمون نکنم کسی رو توی زندگیش اذیت کرده باشه. خیلی بی آزار بود، خوش اخلاق، ناز، دوست داشتنی. پس خانم آلن جدیداً خوشحال بود و مشکلی نداشت. در شرف ازدواج هم بوده، دغدغه مالی هم نداشته. پس دلیلی نداشته خودکشی کنه، نه؟ جین کمی سکوت کرد، بعد گفت بله درسته. جب بلند شد. ببخشید، باید چند کلمه با بازرس جیمسون صحبت کنم. جب از اتاق رفت و جین با پوارو تنها موند. هرکول پوارو و خانم پلندرلیس ساکت بودن. دختر از حضور پوارو معذب بود، با اینکه راحت نشسته بود اما عصبی به نظر می رسید. پوارو بالاخره سکوتو شکست. شومینه رو کی روشن کردید؟ شومینه؟ جین انگار حواسش پرت بود. تازه متوجه سوال شد. آها، همون موقع که رسیدم. قبل اینکه برید بالا یا بعدش؟ قبلش. آماده بود یا شما آمادش کردید؟ آماده بود، فقط یه کبریت میخواست. جین بی‌حوصله بود. حوصله کاراگاه بازی پوارو رو نداشت. پوارو گفت بخاری اتاق دوستتون که گازیه؟ بله، فقط شومینه اینجا زغالیه، بقیه گازی هن. با گاز آشپزی میکنید؟ گمونم همه همین کارو میکنن. بله خوب، راحته. سوالای پوارو تموم شد. جین با کفشش به زمین میزد. یهو بی مقدمه پرسید سربازرس جب باهوشه؟ خیلی معقول و منطقیه. کارش رو بلده. بعیده کسی از دستش در بره. جین زیر لب گفت نمیدونم. پوارو بهش نگاه کرد. چشمای زن جلوی آتیش شومینه سبز شده بود. پوارو آروم پرسید از مرگ دوستتون شوکه شدید نه؟ وحشتناک بود. انتظارشو نداشتید نه؟ اصلا. حتی شاید اول فکر کردید محاله. دقیقاً. حتی اگه میدونستم خودکشی کرده تصور نمیکردم اینجوری. با اینکه هفتیر داشت؟ بله. آخه هفتیرش چجوری بگم؟ یادگاری بود. از سر عادت نگهش میداشت. مطمئنم اصلا تو خط خودکشی با هفتیر نبود. چطور اینقدر مطمئنید؟ طبق حرفاش. مثلا یه بار درباره خودکشی حرف میزدیم. باربارا گفت بهترین راه اینه که درز در و پنجره رو بگیری و شیر گازو باز کنی. من گفتم امکان نداره آدم بره تو رخت خواب و منتظر مرگ شه. گفتم ترجیح میدم با هفتیر خودمو خلاص کنم. باربارا گفت هیچ وقت به خودش شلیک نمیکنه. میگفت میترسه تیرش خطا بره. از صدای شلیک گلوله هم متنفر بود. که اینطور؟ پس براتون عجیبه. مخصوصا این که تو اتاقش بخاری گازی هم بوده.
جین کمی جا خورد. دقیقاً نمیفهمم چرا اونجوری خودکشی نکرده. بله عجیبه و تا حدی غیر عادی. همه چی غیر عادیه. اصلا باورم نمیشه خودکشی کرده باشه. ممکنه. منظورتون چیه؟ پوآرو به چشمای جین خیره شد. قتل. جین خودشو عقب کشید. آی نه، وحشتناکه. بله اما ممکنه. ولی در پنجره از داخل قفل بوده. معلوم نیست در از داخل قفل شده باشه. کلید گم شده. خب پس یا در از بیرون قفل شده یا یه جایی توی اتاقه. بله اتاقو هنوز کامل نگشتن. ممکنه کلید از پنجره پرت شده باشه و یکی برش داشته باشه. قتل. توجه جین به احتمال قتل جلب شده بود. گمونم حق با شماست. ممازل هر قتلی انگیزه ای داره. به نظرتون کسی انگیزه داشت؟ دختر آروم سر تکون داد و انکار کرد. اما پوآرو مطمئن بود جین چیزی رو مخفی میکنه. جب اومد تو اتاق. پوآرو بلند شد. به خانم پلندرلیس میگفتم دوستشون خودکشی نکرده. جب لحظه خشکش زد و چپ چپ پوآرو رو نگاه کرد. برای نظر قطعی زوده. باید همه احتمالات رو در نظر بگیریم. بعد به سمت خانم پلندرلیس رفت. تکه مینای کوچک آبی رنگی دستش بود. خانم پلندرلیس، شما قبلا اینو دیدید؟ نه اصلا. مال شما یا خانم آلن که نیست؟ نه گمون نکنم زنونه باشه. پس فهمیدید چیه؟ خب معلومه یه تیکه از دکمه سردست مردون است. پوآرو و جب به اتاق خانم آلن برگشتن. انگشت‌نگاری انجام شده بود و جسد رو برده بودن. جب با ناراحتی گفت دختر خیلی از خودش مطمئنه. نباید احمق فرضش کنی. دختر باهوشیه. حس میکنم کار خودشه. شاید سر نامزد دختره با هم بحث کردن. به نظرم با کنایه در مورد یارو حرف میزد. نمیدونم، مشکوکه. انگار قبلا از پسر خوشش میومده، پسرم تحویلش نمیگرفته. توجیه غیبت از محل جرمم که تو آستینش داشت. زیادی بی‌نقص بود. بعدم لینز هال خیلی دور نیست. خلاصه دختر مشکوکه. یه چیزایی میدونه و نمیگه. کاملا مشخصه. همیشه اینجور آدما سنگ جلوی پای آدم میندازن. لالمونی میگیرن و فقط فکر آبروشونن. هر کی اخلاقی داره. آره اما کار ما رو سخت میکنن. در عوض از نبوغت استفاده میکنی. راستی انگشت‌نگاری چی شد؟ ظاهرا قصد بوده. هیچ اثر انگشتی رو هفتیر نیست. قبل اینکه بذارنش تو دستش پاکش کردم. اثر انگشتش رو در و پنجره هم نیست. جیمسون چیزی دستگیرش نشد؟ از خانم پیرس؟ نه، همش وراجی کرده. چیز زیادی نمیدونسته. فقط تایید کرده رابطه خانم آلن و خانم پلندرلیس خیلی خوب بوده. جیمسون رو فرستادم از اهالی محل پرسجو کنه. فعلا بریم ببینیم جریان کاغذا چیه. کاغذ زیادی روی میز نبود. کارشون زود تموم شد. جب آهی کشید و به صندلی تکیه داد. چیزه به درد بخوری هست؟ نه. صورت حساب و نامه دوستانه و دست چک و دفترچه حساب. نظرت چیه؟ پول زیادی از حسابش برداشت کرده. خب دیگه؟ پوآرو خندید. امتحانم میکنی؟ میدونم چی تو سرته. 3 ماه پیش 200 پوند برداشت کرده، دیروزم 200 پوند دیگه. تو تهبرگ چکشم چیزی ننوشته. مبلغ بقیه چکا حد اکثر 15 پونده. تو خونم 4 تا اسکناس 10 پوندی داره و 1-2 شلینگ. منظورت اینه که دیروز پولو یه جا به کسی داده؟ دقیقاً. حالا به کی؟ جیمسون اومد تو اتاق. جب گفت چه خبر؟ چیزی دستگیرت شد؟ بله قربان، اول کسی صدای شلیکو درست نشنیده. دیشب سر و صدا زیاد بوده. خانم آلن دیروز خونه بوده. 5 بعد از ظهر اومده خونه، ساعت 6 یه سر رفته بیرون، صندوق پست رو نگاه کرده. 9:30 شب یه ماشین بزرگ 4 اومده دم خونه. مرد 45 ساله شیک و مرتبی از ماشین پیاده شده. شبیه نظامیا بوده. پالتوی آبی تنش بوده با کلاه لبه‌دار مشکی. سیبیل داشته.
راننده آپارتمان 18 میگه قبلنم این مردو دیده. گفتی 45 ساله؟ پس چارلز لاورتون نیست. هر کی بوده از 1 ساعت کمتر مونده. حدود 10 و 20 دقیقه از خونه رفته بیرون، جلو در وایساده با خانم آلن حرف زده. یه پسر بچم صداشونو شنیده. مرده به خانم آلن گفته فکراتو بکن بهم خبر بده. خانم آلن هم چیزی گفته و مرده جواب داده که خیلی خوب میبینمه. بعدم سوار شده و رفته. پوارو تو فکر بود. 10 و 20 دقیقه؟ جب گفت پس 10 و 20 دقیقه هنوز زنده بوده. پوارو گفت خب دیگه؟ جیمسون گفت چیز دیگه ای دستگیرم نشد قربان. راننده ساختمون، همون ساختمون 22 ساعت 10:30 اومده تو محل. ظاهراً به بچه‌هاش قول داده بوده آتیش بازی را بندازه. بچه‌ها منتظر بودن که خب بیاد. آتیش بازی را میندازن و اهالی محل تماشاشون میکنن. بعدم همه برگشتن خونه هاشون و رفتن خوابیدن. ندیدن کسی وارد خونه بشه؟ نه البته نمیگن ندیدن ها، میگن دقت نکردن. جب گفت باید بریم سراغ این سیبیلی 45 ساله. ظاهراً آخرین کسی بوده که خانم آلنو دیده. شاید خانم پلندرلیس بدونه کیه. اگه بگه. چند دقیقه‌ای که باهاش تنها بودی تونستی چیزی بفهمی؟ فقط درباره بخاری گازی حرف زدیم. جب لجش گرفت. بخاری گازی. حالت خوبه؟ از وقتی اومدی اینجا دنبال قلم پر و کاغذ باطله‌ای. هیچ سطلا رو میگردی. چیزی هم پیدا کردی؟ کاتالوگی درباره پیاز و یک مجله قدیمی. خب به دردت هم خورد؟ اگه کسی بخواد مدرک جرمو از بین ببره نمیندازتش تو سطل آشغال. دقیقاً. فقط چیزهای بیخود و اینجوری دور میندازن. جب بی‌حوصله گفت خب من که میدونم الان باید چی کار کنم. تو چی؟ منم باید بقیه سطل آشغالا رو بگردم. پارو فرز و چابک از اتاق بیرون رفت. جب هرس میخورد. دیوونه است. خوله. جیمسون گفت از هرکول پوآروی ایشون بودن ها؟ اسمشونو شنیدم. از دوستای قدیمیمه. برعکس ظاهرش اصلاً خلوچل نیست. یه چیزی تو سرشه که ظاهرشو اینطوری رو میکنه. جیمسون حرف جپو قبول نداشت. زمان همه چی رو ثابت میکنه قربان. کاش میدونستم میخواد چی کار کنه. جب به سمت میز تحریر رفت و نگاهی به قلم زمردی کرد. جب با سومین زن همسایه صحبت میکرد که پوآرو آروم و بی سر و صدا کنارش ظاهر شد. جب از جا پرید. ترسوندی؟ چیزی پیدا کردی؟ چیزی که میخواستم نه. جب به طرف زن برگشت. پس مرده رو قبلا هم دیده بودید؟ بله قربان، شوهرم هم دیده بودش. همون اول که دیدیمش شناختیمش. خانم آلن و خانم پلندرلیس چه جور آدمایین؟ خوشگذرونن؟ رفت آمدشون زیاده؟ کلا نظرتون چیه؟ خب خیلی کم از خونه بیرون میرفتن، مخصوصا خانم آلن. آدمایی با شخصیتی بودن. خانم آلن همیشه با بچه‌ها قشنگ حرف میزد. گمونم طفلی دخترش از دست داده بود. خانم پلندرلیس چی؟ ایشون هم زن خوبیه، فقط یکم بد اخلاقه. ما رو که میبینه سر تکون میده و میره، ولی چیز بدی ازش ندیدم. رابطش با خانم آلن خوب بود؟ بله خیلی. دعوا و بگو مگو نداشتن، کنار هم خوشحال بودن. نامزد خانم آلن رو میشناسی؟ بله گهگاهی سر میزد. همون مردی نیست که دیشب اومده بود؟ نه. مرده رو موقع رفت و برگشت دیدید؟ بله قربان. چیزی نشنیدید؟ صدای دعوا یا جر و بحث؟ نه قربان، البته اگه صدایم اومده نشنیدیم. دیشب همه جا سر صدا بود. مرده ساعت 10 و 20 دقیقه رفت؟ گمونم. من ندیدم، شوهرم اینجوری میگه. البته شوهرم قابل اعتماد قربان. نشنیدید موقع رفتن چی گفت؟ نه خیلی نزدیک نبودم، از پشت پنجره دیدمش. خانم آلنم دیدید؟ بله تو خونه بود دم در. پوآرو نگاهی به پنجره انداخت و از پشتش آپارتمان شماره 14 رو دید. لبخند زد. جب از زن پرسید ظاهر مرده چطور بود؟ شیکاپیک بود. پالتوی آبی پوشیده بود. کلاه لبه دارم سرش بود. جب
چند تا سوال دیگه از زن پرسید و رفت سراغ بچهش. پسر بچه چهره موزی و چشمای روشنی داشت. معلوم بود حسابی خودشو آدم مهمی فرض کرده. بله آقا، شنیدم چی گفتن. آقاه گفت فکراتو بکن بهم خبر بده. خانوم هم یه چیزی گفت. بعد دوباره آقاه گفت خیلی خوب میبینمت. بعدم سوار ماشینش شد رفت. نشنیدی خانم آلن چی گفت؟ نه آقا. لباسش چه رنگی بود؟ نه لباسش نمیدونم آقا، من اصلا ندیدمش، فقط شنیدم. خیلی خوب، حالا خوب حواستو جمع کن و با دقت سوالامو جواب بده. اگه هم نمیدونستی بگو نمیدونم. چشم. کدومشون درو بست؟ آقاه یا خانم آلن؟ پسر بچه رفت تو فکر و چشماش چند دور چرخید. گمونم خانومه. نه، مرده درو بست. صداش هم اومد. بعدم زود سوار ماشین شد، انگار قرار داشت. خیلی خوب، مرسی پسر خوب. جب 6 پنی به پسر بچه داد. پسر بچه رفت. جب به سمت پوارو برگشت. همزمان سرشونو آروم تکون دادن. جب گفت ممکنه. پوارو موافق بود. همه چی ممکنه. و چشمای سبزش برق زد. جب و پوارو به اتاق نشیمن برگشتن. جب فوری رفت سر اصل مطلب. خانم پلندرلیس، به نظرتون بهتر نیست هرچی زودتر هرچی میدونید بگید؟ همه چی خیلی زود معلوم میشه. منظورتون رو نمیفهمم. من که همه سوالاتتون رو جواب دادم. به نظرم چیزی میدونید و مخفی میکنید. نظرتون اشتباهه. پوارو گفت شاید اگه بیشتر در مورد پرونده توضیح بدی ممازل متوجه سوالت بشن. جب گفت ببینید خانم پلندرلیس، جسد دوست شما در حالی پیدا شده که 7 تیر دستش بوده و گلوله‌ای به سرش شلیک شده. به نظر خودکشی میاد، اما خودکشی نیست. مدارک پزشکی قانونی میگه. پلندرلیس با کنجکاوی گفت چطور؟ اولا 7 تیر تو دستش بوده ولی انگشتاش 7 تیر رو نگرفته بود. دوم اینکه اثر انگشتی روی 7 تیر نیست. سوم زخم و زاویه گلوله میگه یکی دیگه بهش شلیک کرده. در ضمن یادداشتی از خودش نذاشته. در مورد خودکشی تا حدی غیر عادیه. کلیدم که هنوز پیدا نشده. پس همونطور که حدس میزدم خودکشی نبود. زن کمی فکر کرد. بعد تند سرشو بلند کرد. خب هر سوالی داریم بکنین. خانم آلن دیشب مهمون داشته. مردی 45 ساله که ظاهرش مثل نظامیا بوده. شیک پوش و مرتب. سبیلم داشته. میشناسیدش؟ مطمئن نیستم، اما گمونم سرگرد یوستیس باشه. سرگرد یوستیس کیه؟ بار تو هند باش آشنا شده بود. پارسال سر کلش پیدا شد. هر از گاهی به دیدنش میامد. از دوستای خانم آلن بود. جین با لحن خشکی گفت ظاهراً. برخورد خانم آلن باهاش چطور بود؟ اصلا ازش خوشش نمیومد. ولی رفتارش باهاش دوستانه بوده، نه؟ بله. به نظرتون خانم آلن ازش میترسی؟ جین چند لحظه فکر کرد. بله گمونم میترسید. هر وقت آفتابی میشد بار دست و پاشو گم میکرد. سرگرد یوستیس و آقای لاورتون همدیگر رو دیده بودن؟ بله گمونم یه بار. کاری به کار هم نداشتن. سرگرد یوستیس خیلی سعی میکرد به چارلز نزدیک شه، اما چارلز تحویلش نمیگرفت. آدمای ناجور رو خیلی خوب تشخیص میداد. پوارو گفت سرگرد یوستیس آدم ناجوری بود؟ بله، انگار ریگی به کفشش بود. جب گفت به نظرتون خیلی عجیبه بگم که سرگرد یوستیس از خانم آلن حق و سکوت میگرفته؟ جین جا خورد. دستاشو ول کرد رو دسته صندلی. وای، چقدر احمق بودم که خودم نفهمیدم. پوارو پرسید یعنی حس میکنید امکان داره؟ احمق بودم که بهش فکر نکردم. تو 6 ماه گذشته بارباره چند بار ازم پول قرض گرفت. بعضی وقتا ساعت‌ها دفترچه حسابشو ورق میزد. با همون درآمد زندگی خوبی داشت، ولی من نمیدونستم پولشو کجا خرج میکنه. رفتارش با حق و سکوت جور در میومد. آره، عصبی بود، بعضی وقتا هم پرخاش میکرد. با قبل خیلی فرق کرده بود. شما قبلا چیز دیگه‌ای به ما گفتید. الانم نمیگم افسرده بود یا فکر خودکشی به سرش میزد، اما حق و سکوت چرا؟ کاملا به رفتارش میومد. آخ کاش بهم میگفت. مردک کثافتو میفرستادم جهنم. البته جهنم نمیرفت. میرفت سراغ آقای لابرتون. بله، همین کارو میکرد. جب پرسید نمیدونید از خانم آلن چی میدونست؟ اصلا خبر ندارم. تصور نمیکنم چیز مهمی بوده باشه، ولی باربارا دختر ساده‌ای بود. برای آدمای رذل طعمه خوبی بود.
اما معمولا تو همچین ماجراهایی کسی کشته میشه که حق و سکوت میگیره. باجگیر که منبع درآمدشو با دستای خودش از بین نمیبره. بله، اما حدس میزنم چی شده. خب تصور کنید باربارا ناامید شده، با 7 تیر مسخرش یارو رو تهدید میکنه. یارو سعی میکنه 7 تیر ازش بگیره. وسط کشمکش گلوله از 7 تیر شلیک میشه و میخوره به سر باربارا. بعدم یارو وحشت میکنه، ماجرا رو خودکشی جلوه میده. جب گفت ممکنه، اما اشکالاتی وجود داره. سرگرد یوستیس ساعت 10:20 دم در با خانم آلن حرف زده و رفته. شاید برگشته باشه. پوارو گفت شاید. جب گفت خانم آلن کجا از مهمونا پذیرایی میکرد؟ اینجا یا بالا؟ هر دو. این اتاق بیشتر برای مهمونای مشترکمون بود. مهمونای مخصوص من. توافق کرده بودیم باربارا اتاق بزرگه رو برداره، به عنوان نشیمنم ازش استفاده کنه، منم اتاق کوچیکه رو بردارم از اینجام استفاده کنم. به نظرتون سرگرد یوستیس تو کدوم اتاق بوده؟ احتمالاً اینجا رسمی تره. اما اگه میخواسته چکی چیزی بنویسه باید میبردش بالا. آخه اینجا کاغذ و قلم نیست. چکی در کار نبوده. خانم آلن دیروز 200 پوند نقدی برداشت کرده و تا حالا تو خونه پیداش نکردیم. آی، یعنی پول داده به اون حیفون؟ بیچاره باربارا. باید اینجوری فرض کنیم. به قول شما تصادفی کشته شده. تصادف؟ نه. مردی که یهو از کوره در رفته، خون جلوی چشاشو گرفته و باربارا رو کشته. پوارو گفت حس میکنید اینجوری بوده؟ بله، جنایت بوده. جنایت. جب گفت سیگار خانم آلن چی بود؟ گسپرس. هنوز چند نخ ازش تو پاکت هست. جب یه نخ سیگار از پاکت در آورد و تو جیبش گذاشت. پوارو از جین پرسید شما چی؟ منم از همین میکشم. سیگار ترکی نمیکشید؟ نه اصلا. خانم آلن چی؟ نه، خوشش نمیومد. آقای لبرتون چی میکشیدن؟ چارلز؟ مهمه؟ نکنی میخواین بگین چارلز باربارا رو کشته؟ پوارو شونه بالا انداخت. مردی زنی رو که قبلا دوست داشته کشته. عجیب نیست. امکان نداره چارلز کسی رو بکشه. اون آدم خیلی محتاطیه. اتفاقا آدمای محتاط معمولا مرتکب هوشمندانه ترین جنایت ها میشن. ممازل جین به پوارو خیره شد. البته نه با انگیزه‌هایی که شما گفتین موسیو. حق با شماست. جب بلند شد. خیلی خوب، گمون نکنم دیگه کاری باشه. میخوام به اطراف یه نگاهی کنم. جین گفت حس میکنین پولا تو خونه است؟ باشه، اشکال نداره. هر جا رو میخواین بگردین. اتاق منم بگردین. گرچه بعید میدونم باربارا چیزی مخفی کرده باشه. جب طبقه پایین رو گشت. بعد رفت بالا. جین رو دسته صندلی رو به شومینه نشسته بود. اخم کرده بود. پوارو بهش نگاه کرد. بعد چند دقیقه آروم گفت به نظرتون آقای لبرتون الان تو لندنه؟ نمیدونم. اصلا یادم رفت بهش تلگراف بزنم. تو همچی موقعیتی طبیعیه آدم یادش بره. نگران نباشید. خبرهای بد زود میرسه. جب از پله ها پایین اومد. جین گفت چی شد؟ متاسفانه هیچی. باید گنجه زیر پله رو ببینم. بعد دستگیره گنجه رو کشید. جین گفت قفله. جین به قدری دست پاچه شده بود که هر دو کاراگاه برگشتن به سمتش. جب خندید و گفت بله، قفله. حتما کلیدش پیش شماست. جین خشکش زده بود. نمیدونم کجاست. ای بابا، یعنی در رو بشکنید؟ جین با قدمای بلند جلو اومد. صبر کنید. شاید. بعد رفت تو اتاق نشیمن و با دست کلیدی برگشت. همیشه قفلش میکنیم. چتر و خرت و پرتایی توشو میدوزدن. جب دست کلیدو ازش گرفت. کار خوبی میکنید. جب در گنجه رو باز کرد. داخلش تاریک بود. چراغ قوه‌شو روشن کرد. پوارو احساس کرد نفس جین بند اومده. چشماشو به سرعت تو گنجه چرخوند. چیز زیادی توش نبود. 2 چتر سالم و 1 چتر شکسته، 4 عصای پیاده روی، وسایل گلف، 2 راکت تنیس، 1 قالیچه تا شده و چند تا کوسن کهنه.
رو همه وسایلم یک کیف دستی شیک و کوچیک بود. جب دستشو به سمت کیف دراز کرد. جین دست پاچه گفت مال منه. امروز صبح آوردمش. چیز خاصی توش نیست. متوجهم. فقط برای اینکه مطمئن بشیم. جب کیفو باز کرد. توش برس و قوطی آرایش بود با 2 مجله. جب وسایلو با دقت بررسی کرد. بعد در کیفو بست و شروع کرد به وارسی کوزنا. جین نفس راحتی کشید. باز از جب چیز خاصی تو گنجه پیدا نکرد و درشو قفل کرد. بعد آدرس آقای لاورتون رو از جین گرفت. ممنون خانم پرندرلیس. کار ما فعلا تمومه. شاید بعداً دوباره بهتون سر زدم. ضمناً فعلا به کسی چیزی نگید. بذارید همه تصور کنن قضیه خودکشی بوده. بله حتما. پوارو و جب از خونه بیرون اومدن و قدم زنان به سمت خیابون رفتن. جب بلند گفت آخه چی تو گنجه لعنتی بود؟ حتما یه چیزی بود که وحشت کرده بود. بله بود. مطمئنم هر چی بود تو کیف بود. من ابله هم پیداش نکردم. همه قوطی‌ها رو دیدم. آستر کیفو دست زدم. آخه چی بود؟ پوارو سر تکون داد. جب گفت دختره تو ماجرا دست داره. دیدی گفت کیفو امروز صبح با خودش آورده؟ دروغ گفت. یکی از مجله ها مال جولای پارسال بود. صبح روز بعد جب به خونه پوارو رفت. با عصبانیت کلاشو پرت کرد رو میز و خودشو انداخت رو صندلی. خیر، تو ماجرا دست نداره. کی؟ جین پرندرلیس. تا آخر شب بازی میکرده. خانم و آقای بنتینگ شاهدشن. خیلی دلم میخواد بدونم چرا اینقدر برای کیف دستی نگران بود. کار خودت پوارو. تو دوست داری با چیزای پیش پا افتاده مسئله رو حل کنی. اسمشو بذار راز کیف کوچیک. من عنوان بهتری دارم. راز بوی سیگار. بو؟ چه شماخت؟ واسه همین دیروز هی فین فین میکردی؟ گفتم لابد سرما خوردی. پوارو خندید. اشتباه کردی. جب آه کشید. فکر میکردم فقط سلولای خاکستریت از مال بقیه بهتره. نگو دماغت هم خاصه. اصلاً یه دقیقه زبون به دهن بگیر. من که بوی سیگار حس نکردم. خب منم همینطور. جب هاج و واج به پوارو نگاه کرد و سیگاری از جیبش در آورد. سیگاریه که خانم آلن میکشیده، گاسپرز. 6 تا سیگار مال خودش بود. 3 تاش ترکی بود. دقیقاً. لابد دماغ جادوییت بدون اینکه سیگارای ترکی رو ببینه میدونسته اونجا. ببین دماغ من ربطی به ماجرا نداره. چیزی تو دماغم ثبت نشده. سلولای خاکستری چی؟ نشانه های مشخصی وجود داشت. قبول نداری؟ جب از گوشه چشم پوارو رو نگاه کرد. مثلا؟ یه چیزی از اتاق کم شده بود، یه چیزی بهش اضافه شده بود. ضمناً وسایل روی میز. جب پرید تو حرفش. میدونستم. باز رسیدیم به اون قلم لعنتی. اصلاً اتفاقاً قلم فقط نقش منفی قصه رو بازی میکنه. جب سر تکون داد و آهی کشید. نیم ساعت دیگه چارلز لاورتون میاد کلانتری. اگه دوست داری بیا. حتماً. رد سرگرد یوستیس هم گرفتیم. عالیه. خونه سازمانی داره. آدم جالبی هم نیست. بعد اینکه با لاورتون حرف زدیم بریم خونه یوستیس. موافقی؟ کاملا موافقم. پس بجنب. ساعت 11:30 چارلز لاورتون به دفتر کار جب اومد. جب بلند شد و باش دست داد. چارلز لاورتون مردی آراسته و فرهیخته بود. رنگش کمی پریده بود و مضطرب به نظر می رسید. موقر و متین بود و رفتارش رسمی. مرد صندلی رو عقب کشید و روبروی جب نشست. دستکش و کلاهش رو روی میز گذاشت و منتظر شد تا جب ازش سوال کنه. آقای لاورتون میدونم چقدر ناراحتید. اما ملاحظه بنده رو نکنید. فقط بهم بگید معلوم شد چرا بربرا خودکشی کرده؟ خودتون نظری نداری؟ اصلاً. با هم اختلاف نداشتید؟ کدورتی بگو مگویی؟ به هیچ وجه. بزرگترین شوک زندگیم بود. پس بهتره بدونید ایشون خودکشی نکرده. به قتل رسیده. چشمای چارلز گرد شد.
قاتل؟ بله متاسفانه. به کسی مشکوک نیستید؟ چارلز منومن کنان گفت نه اصلا آخه قتل تصورش هم خیلی سخته. دشمن نداشت؟ کسی ازش کینه نداشت؟ نه اصلا. میدونستید 7 تیر داره؟ نه. چارلز لابرتون جا خورد. خانم پلندرلیس میگه 7 تیر رو سالها پیش از خارج آورده. جداً؟ البته ما فقط اظهارات ایشون رو شنیدیم. ممکنه خانم آلن به خاطر احساس خطر 7 تیر رو پیش خودش نگه داشته باشه. چارلز مات و مبهوت سر تکون میداد. گیج شده بود. جب پرسید نظرتون درباره خانم پلندرلیس چیه؟ قابل اعتماده؟ گمانم، یعنی خب آره هست، بله. ازش خوشتون نمیاد؟ خب من زیاد از زنای مستقل و اهل نیش و کنایه خوشم نمیاد، ولی آدم خوبیه. شما سرگرد یوستیس رو میشناسید؟ یوستیس آها بله یه بار تو خونه باربارا دیدمش. به نظرم آدم مشکوکی بود. به باربارا گفتم دوست ندارم بعد ازدواج باش رفت و آمد کنم. چی گفت؟ خب قبول کرد. حرفامو بیچونه چرا قبول میکرد. البته بهم گفت نمیتونه بهش بی احترامی کنه. از رک بودن میترسید. من مشکلی نداشتم که با دوستای قدیمیش رابطه داشته باشه، ولی خب نه با آدمای ناجور. عجب. پس نمیتونید کمکی بکنید؟ نه متاسفانه. هنوزم گیجم. قتل باورش خیلی سخته. خیلی خب. شب 5 نوامبر کجا بودید؟ چارلز با اعتراض فریاد زد من کجا بودم؟ من؟ یه سوال فرمالیته است. از همه میپرسی. انتظار داشتم یکی تو موقعیت من از قاعده مستثنا باشه آقا. جب منتظر جواب بود. لابرتون گفت سر کار بودم. ساعت 10:30 اومدم بیرون. قدم زدم. یه کمی آتش بازی نگاه کردم. خوبه که دیگه کسی قصد نداره مجلس منفجر کنه. چارلز اخم کرد. بعدش هم رفتم خونه. کی رسیدید؟ دقیقا نمیدونم. 11 یا 11:30؟ همین حدودا. در زدید؟ نه خیر، کلید دارم. موقع پیاده روی کسی رو ندیدید؟ نه کم کم دارم از سوالاتتون کلافه میشم آقا. روال کار دوست عزیز. خودتون میبینید که سوالات شخصی نیست. چارلز کمی آروم شد. اگه دیگه سوالی نیست. امروز دیگه سوالی نیست. بس به هم خبر میدید ها؟ حتما. راستی ایشون موسیو هرکول پوارو هستن. حتما اسمشون رو شنیدید. بله البته بله. پوارو گفت خوشبختم. میدونم مصیبت بزرگی رو تحمل میکنید. واقعا وحشتناکه. شما انگلیسی ها واقعا تو دارید. بعد پاکت سیگارشو از جیبش در آورد. ای وای خالیه. جب خالیه. جب پاکت سیگارشو به طرف پوارو هل داد. همزمان لاورتون جعبه سیگارشو در آورد و به پوارو تعارف کرد. بفرمایید موسیو. پوارو یه نخ سیگار برداشت. مرسی بکو. همونطور که گفتید شعار انگلیسی ها خودخوریه. لاورتون تعظیمی به دو کاراگاه کرد و بیرون رفت. جب با نفرت گفت چه مغرور و از خود راضی. خانم پلندرلیس حق داشت. راستی واسه ببینم قضیه سیگار چی بود؟ پوارو سیگار رو نشونش داد. میبینی مصریه، مرغوب و گران قیمت. فایده ای نداره. از این بدتر نمیشد غیبت از محل جرم توجیه کنه. کاش میشد ورق برگرده و دختره ازش حق و سکوت بگیره. عین بره هر چی ازش خواسته میداده که آبروش نره. یه پرونده کاملا جدید ساختی عزیز من. الان کارای مهمتری داری. باید بریم سراغ یوستیس. خیلی مدرک علیهش دارم. آدم کثیفیه. راستی کاری که گفتم کردی درباره خانم پلندرلیس؟ آره صبر کن الان زنگ میزنم خبر میگیرم. جب گوشی رو برداشت. بعد از گفتگوی کوتاهی تلفن رو قطع کرد و زل زد به پوارو. عجب آدم بی احساسیه. پا شده رفته گلف. دیروز دوستشو کشتم. پوارو از تعجب سوت بلندی کشید.
جب پرسید باز چی شده؟ پوآرو زیر لب زمزمه میکرد. البته طبیعیه. چه احمقیم من. چرا نفهمیدم؟ جب فریاد کشید. انقدر با خودت بلغور نکن. پاشو بریم سراغ یوستیس. بازرس از دیدن لبخند ملیح پوآرو حیرت کرد. پوآرو گفت میریم. ولی همه چی رو فهمیدم دوست عزیز. همه چی رو. سرگرد یوستیس مثل یه آدم دنیا دیده و با اعتماد به نفس از هر دو کاراگاه استقبال کرد. آپارتمانش به قول خودش آلونک کوچکی بود. یوستیس به پوآرو و جب سیگار تعارف کرد. هر دو سیگاری برداشتن و نگاهی به هم کردن. جب گفت میبینم که سیگار ترکی میکشید. بله گاسپرز دوست داریم. من دارم باید همین جاها باشه. نه همین خوبه. بعد آروم گفت حتما حدس میزنید برای چی مزاحمتون شدیم. سرگرد سر تکون داد. کاملا بی‌اعتنا و خونسرد بود. بلند قد و خشونت ظاهرش جذابش میکرد. دور چشماش پف داشت. با اینکه خوش برخورد بود میشد از چشماش خوند که هیله‌گر و موذیه. نه نمیدونم چی شده که ابرقدرتی مثل شما رو تا اینجا کشونده. به ماشینم مربوطه؟ نه شما خانم آلن میشناسید درسته؟ سرگرد موضوع رو فهمیده بود. تکیه داد و دود سیگارشو بیرون داد. آها مسئله اینه. باید حدس میزدم. واقعا ناراحت کننده است. خبر داشتی؟ بله دیشب تو روزنامه خوندم. حیف. شما تو هندوستان باشون آشنا شدید؟ بله سالها پیش. شوهرش هم میشناختید؟ یوستیس لحظه‌ای مکث کرد. نگاه سریعی به دو کاراگاه کرد. نخیر اصلا باهاش برخورد نداشتم. اما یه چیزایی ازش میدونستید؟ شنیده بودم که آدم رذلیه. البته شایعه بودا. خانم آلن هم چیزی بهتون نگفته بود؟ هیچ وقت از شوهرش حرفی نمیزد. یوستیس شوناشو بالا انداخت. با اینکه سالها بود دوست بودیم زیادم همو نمیدیدیم. اما شما تازه دیدیدش که شب 5 نوامبر؟ بله دیدمش. یوستیس با تعصب سر تکون داد. میخواست در مورد سرمایه گذاری مشورت کنه. البته میدونم شما میخواین از حال و هوای خودش بدونین. واقعا توضیحش خیلی سخته. مثل همیشه بود. شاید فقط یه کمی عصبی تر. اشاره‌ای نکرد که مثلا میخواد خودشو خلاص کنه؟ اصلاً موقع خداحافظی بهش گفتم با تماس میگیرم. قرار میذاریم. گفتید تماس میگیرم؟ بله. اما من شنیدم چیزای دیگه ای گفتید. رنگ از روی یوستیس پرید. البته کلمه به کلمه یادم نیست. طبق اطلاعات من شما گفتید فکراتو بکن به هم خبر بده. آره گمونم همینو گفتم. البته دقیقا همین نبود. حس میکنم گفتم هر موقع وقت آزاد داشت به هم خبر بده. اما این دوتا خیلی با هم فرق داره. خب هیچ کس حرفاشو مو به مو حفظ نمیکنه آقا. بسیار خوب. خانم آلن چی گفت؟ گفت با هم تماس میگیره. اینجوری یادمه. بعد گفتید خیلی خوب میبینمت. آره حتما همچی چیزی گفتم. گفتید خانم آلن میخواست در مورد سرمایه گذاری باهاتون مشارکت کنه. انقدر بهتون اعتماد داشت که 200 پوند بده براش سرمایه گذاری کنید؟ صورت یوستیس از عصبانیت قرمز شد. مزخرفات چیه؟ لطفاً جواب منو بدید. به خودم مربوطه آقا. جب با همون لحن آروم گفت خانم آلن 200 پوند پول نقد از حسابش برداشت کرده. میدونید که شماره اسکناسا قابل پیگیریه. ازم فرض کنین پولو به من داده. خب که چی؟ برای سرمایه گذاری یا حق و سکوت؟ یوستیس خندید. چه ادعای احمقانه ای. جب با لحن خشک و رسمی گفت باید با ما بیاد کلانتری. اگه مایلید وکیلتون رو خبر کنید. وکیل؟ برای چی؟ واضح آقا. پرونده مرگ خانم آلن رو بررسی میکنیم. وای نکنه فکر میکنی آقا مزخرفه. چرا باید بکشمش؟
من با قرار قبلی رفتم خونش. چه ساعتی؟ حدود 9:30 نشستیم حرف زدیم. سیگارم کشیدید؟ بله. مگه سیگار کشیدن جرمه؟ کجا حرف زدید؟ تو اتاق نشیمن وارد که میشین سمت چپه. دوستانه حرف زدیم. حدود 10:30 بلند شدم برم، دم درم حرفای آخر رو زدیم. پوارو زیر لب گفت دقیقاً حرفای آخر. تو چی میگی دیگه؟ چی گیر تو میاد؟ اصلا کی هستی؟ پوارو با متانت خاصی گفت هرکول پوارو هستم. هرکولی آشیلی هر کی میخوای باش. میگم مثل آدمیزاد با هم حرف زدیم. بعدم رفتم باشگاه. ساعت 20 دقیقه به 11 رسیدم. تا حدود 1:30 شبم بازی کردم. حالا اگه به دردت میخوره مدرکش کن. دلایل جالبی برای غیبت از محل جرم گفتید. خیلی هم مستدل و محکمه. یوستیس نگاهی به جب کرد. فرمایش دیگه هم دارین؟ تمام مدت تو نشیمن بودی؟ خب بله. بالا نرفتید؟ وقتی میگم همش تو نشیمن بودیم یعنی جای دیگه نرفتیم. جب چند لحظه به یوستیس خیره شد. شما چند تا دکمه سردست دارید شبیه به این؟ دکمه سردست؟ خب چه ربطی داره؟ حق دارید جواب ندید. چرا جواب ندم؟ چیزی برای پنهان کردن ندارم. یه معذرت‌خواهی هم از شما طلبکارم. بفرمایید. مرد آستین کتشو بالا زد. دکمه‌های سر دستش از طلا و پلاتین بود. بلند شد کشوی میزشو باز کرد و جعبه‌ای رو در آورد. درشو باز کرد و بیادبانه پرت کرد سمت جب. اینا رو تازه گرفتم. قشنگه، ولی انگار یکی شکسته. لاب روش کنده شده. خب جرمه؟ کی کنده شد؟ 1-2 روز پیش. همون موقع که رفتید پیش خانم آلن؟ خب مگه گفتم نرفتم؟ سرگرد مدام پرخاش میکرد. به شدت آشفته بود. دستاش میلرزید. جب گفت لاب دکمه سردست خوشگل شما تو اتاق نشیمن پیدا نشده. تو اتاق خانم آلن بوده، طبقه بالا، همون جایی که کشته شده، همون جا که یه نفر سیگار ترکی کشیده. جب تیر خلاص و زد. یوستیس بیرمق روی صندلی ولو شد. چشماش میچرخید. دیگه قلدری و هارتاپورت نمیکرد. مدرکی علیه من ندارین. صداش میلرزید. میخواین برام پاپوش درست کنین؟ ولی نمیذارم. من ثابت میکنم بر نگشتم. پوارو گفت نیازی نبود برگردید. خانم آلن قبل از این که برید کشته شده بود. امکان نداره. دم در با هم حرف زدیم. مردم دیدن، صدامونو شنیدن. مردم شنیدن که شما باهاش حرف میزدید. شاید وانمود میکردید منتظر جوابید. بعد دوباره حرف میزدید. حقه ها قدیمی شده دوست عزیز. دروغه. یوستیس سرخ شده بود و میلرزید. جب با جدیت گفت باید با من بیاید. میخواین دستگیرم کنین؟ بازداشت موقت برای بازجویی. سرگردی که چند دقیقه پیش جار و جنجال به پا کرده بود با لحنی مایوس میگفت بدبخت شدم، بیچاره شدم. پوارو دستاشو به هم مالید و لبخند زد. انگاری خیلی بهش خوش میگذشت. روز بعد جب و پوارو تو ماشین نشسته بودن. جب از کارش راضی بود. دیدید چجوری به هم ریخت؟ فهمید بازی تمام شده. چیزای دیگه هم هست. 2-3 مورد جعل عنوان، چک بیمحل و کلاهبرداری. فعلا با همین اتهاما نگهش می‌داریم ببینیم قضیه قتل به کجا میرسه. حالا با این همه عجله کجا میریم پیرمرد؟ میفهمی؟ من دنبال عنوان ظریف توام. راز کیف کوچک گم شده. من کی گفتم گم شده؟ صبر داشته باش دوست عزیز. ماشین جلوی آپارتمان 14 ایستاد. جین پلندرلس از گلف برگشته بود. به جب و پوارو نگاه کرد و کلیدشو در آورد. نمیاین تو؟ جب پشت سر جین وارد نشیمن شد. پوارو 1-2 دقیقه تو سالن مشغول درآوردن پالتوش بود. بعد وارد نشیمن شد.
لبهای جب می جنبید. صدای جیرجیر مانندی از تو گنجه شنیده بود. پوآرو منظورشو فهمید و سر تکون داد. جب گفت زیاد مزاحمتون نمیشیم. فقط اومدیم اسم وکیل خانم آلن رو بپرسیم. وکیل؟ نمیدونستم وکیل داره. وقتی خونه رو با هم اجاره کردید، کی قرارداد تنظیم کرد؟ هیچ کس. خونه رو من اجاره کردم. باربارا هم نصف کرایه رو به من میداد. پس ارزی نیست. متاسفم که کمکی نکردم. نه مهم نیست. گلف بازی میکردید؟ شاید به نظرتون سنگدل باشم، اما خونه موندن برام سخته. حالم بد میشه. پوآرو گفت احساستون رو میفهمم. کاملا طبیعیه ممازل. اگه تو خونه بنشینید مدام فکر و خیال میکنید. بله موسیو. شما عضو باشگاهید؟ بله. حیف که برگ درخت‌ها ریخته. هفته پیش جنگل خیلی قشنگ بود. امروزم روز قشنگی بود. جب گفت روزتون بخیر خانم. اگه به نتیجه جدیدی رسیدیم خبرتون میکنیم. فعلا یکی از مظنونین رو دستگیر کردیم. کی؟ سرگارد یوستیس. دختر سر تکون داد و برگشت سمت شومینه تا روشنش کنه. توی راه جب از پوآرو پرسید خب چیزی دستگیرت شد؟ پوآرو پوزخند زد. کلید رو در بود. یعنی؟ پوآرو لبخند زد. وسایل گلف با خودش برده بود. طبیعیه، احمق که نیست. دیگه چی با خودش برده؟ همون کیف کوچک. جب پاشو از روی پدال گاز برداشت. لعنتی. میدونستم یه چیزی توشه، ولی چی؟ من خیلی گشتم. میفهمی؟ یه چیزی که کاملا تو چشم بود. جب با دلخوری به پوآرو نگاه کرد. کجا بریم؟ پوآرو ساعتش نگاه کرد. هنوز 4 نشده، گمانم تا تاریک نشده بریم باشگاه. به نظر دختره واقعا رفته باشگاه؟ بله، چون حدس میزده دربارش تحقیق میکنیم. جب قرلولندی کرد و ماشین و ماهرانه از ترافیک رد کرد. اصلا نمیفهمم کیف چه ربطی به جنایت داره. حق داری، چون ربطی نداره. جب آه کشید. دیوونم کردی. ساعت 4:30 به باشگاه رسیدن. پوآرو مستقیم سراغ سرکارگر رفت و ازش درباره چوب گلف خانم پلندرلی سوال کرد. سرکارگر گفت جین قرار فردا تو زمین دیگه بازی کنه. بعدم پسرکی رو صدا زد. پسرک کیفی رو نشون داد. روش نوشته بود جیم پ، یعنی جین پلندرلیس. پوآرو تشکر کرد و رفت. بعد دوباره برگشت و پرسید یه کیف کوچک پیش شما نذاشت؟ امروز که نه، شاید تو رختکن جا گذاشته باشه. امروز اومده بود؟ بله دیدمش. کدوم کارگر باهاش بود؟ آخه کیفشو گم کرده. نمیدونه آخرین بار کی دستش بوده. امروز کارگر نداشت. وقتی اومد چند تا توپ خرید، چند تا میلم باهاش بود. گمونم کیفم دستش بود. پوآرو تشکر کرد و با جب راه افتاد سمت رختکن. لحظه ایستاد و به منظره روبروش خیره شد. جای قشنگیه. درختای کاج. دریاچه زیباش. جب نگاه تندی بهش کرد. باز چی کشف کردی؟ ممکنه کسی چیزی دیده باشه. جای تو بودم همین حالا تحقیقاتو از سر میگرفتم. پوآرو چیدمان صندلیای اتاقشو بررسی میکرد که جب در زد و وارد اتاق شد. حق با تو بود پیرمرد. دیروز زن جوونی رو دیدن که تو دریاچه چیزی مینداخته. نشونیا به جین پلندرلیس میخوره. چی انداخته تو آب؟ همون کیفه رو. ولی چرا؟ هنوز سر در نیاوردم. آخه هیچی توش نبود، حتی مجله ها. پوآرو خندید. جواب پشت دره. الان زنگ میزنه. زنگ به صدا در اومد. پیش خدمت پوآرو در باز کرد. جین پلندرلیس بود. بله، با اعتماد به نفس داخل شد و با جب و پوآرو احوال پرسی کرد. پوآرو گفت خواستم تشریف بیارید اینجا که... پوآرو بقیه حرفشو نزد. بعد گفت اول بفرمایید بنشینید. تو هم اینجا بنشین جب.
میخوام خبر مهمی بهت بدم. جین رو صندلی نشست و به پوارو و جب نگاه کرد. سرگود یوستیس هم که دستگیر شده. تو روزنامه خوندید؟ بله. چند فقر جرم کوچک داره، اما ما دنبال مدرک قتلیم. پس قتل بوده. بله، یه جان یک دختر بیگناه رو گرفته. اینجوری نگین، خیلی وحشتناکه. بله خیلی وحشتناکه. حالا میخوام بهتون بگم چطور واقعیت رو فهمیدم. دختر به جب نگاه کرد. جب سر تکون داد. راه حل مخصوص خودشو داره. گمونم مجبوریم حرفاشو گوش بدیم. پوارو شروع کرد. 6 نوامبر من و همکارم جب اومدیم خانه شما. قبل از هر جا رفتیم در اتاق خانم آلن، همانجا که جسد پیدا شده بود. نکات زیادی به نظرم رسید. نکاتی عجیب. اولیش بوی سیگار. جب گفت پوارو کوتاه بیا، من بوی حس نکردم. دقیقاً منم حس نکردم و همین عجیبه. در و پنجره بسته، 10 تا ته سیگار توی زیر سیگاری، باید بوی سیگار بیاد، اما هوا پاک بود. عجب، حتما باید کارو سخت کنی. شرلوک هولمز هم همین کارو میکرد. بگذاریم. نکته بعد، ساعت مچی بود که باید روی دست چپ بسته میشد. البته بعضیا ترجیح میدن ساعت رو به دست راستشون ببندن. به خودی خود مشکلی نداره، اما میز تحریر به 2 دلیل غیر عادی بود. اول این که چیزی ازش کم شده بود. جین گفت چی؟ یه برگ از جوهر خشکن، یه برگ تمیز. خب خیلی کاغذی رو که یه بار ازش استفاده کردن پاره میکنن. بله، بعد چی کارش میکنن؟ میندازن تو سطل، نه؟ ولی من سطل رو نگاه کردم، چیزی توش نبود. حتما روز قبل دور انداخته، چون باربارا اون روز نامه‌ای ننوشته. بعید میدونم مامازل. اون شب خانم آلن رو دیدن که رفته سمت صندوق پست. پس نامه نوشته. تو اتاق خودش هم نوشته. چون طبقه پایین کاغذ و قلم نیست. تو اتاق شما بعید رفته باشه. پس کاغذی که باربارا جوهر نامش رو باهاش خوش کرده کجاست؟ فرض کنیم کاغذ رو سوزونده. تو اتاقش که نمی شده، چون بخاری گازی داشته. شومینم از روز قبل روشن نبوده، در حالی که شما به من گفتید فقط یک کبریت میخواست. تمام سطلای خونه رو گشتم، کاغذی پیدا نکردم. پس حتما چیز مهمی بوده. لابد عمدن کنده شده بود. نکته دیگه میز تحریره. قلمدان سمت چپ بود، جوهردان و جوهر خشکن وسط میز. قلم خالی تزئینی هم سمت راست. خب اگه راست دست بود، قلمدان را میذاش سمت راستش. قلمدان سمت چپ بود. ساعت مچی اون دست راست. کم شدن برگه از جوهر خشکن. اضافه شدن زیر سیگاری پر به اتاقی که پنجرش تا صبح باز بوده. خلاصه تصویری آمد جلوی چشمم. پوارو چرخید و رو به روی جین ایستاد. تصویری از شما. شما با تاکسی برگشتید. کرایه رو دادید. رفتید بالا. احتمالاً باربارا رو صدا زدید. در رو باز کردید و دیدید دوستتون 7 تیر به دست روی زمین افتاده و مرده. 7 تیر توی دست چپش بود، چون چپ دست بود. گلولم به سمت چپ سرش شلیک کرده بود. برای شما نوشته بود چرا خودکشی کرده. احتمالاً نامه دردناکی هم بود. زن جوانی به خاطر حق و سکوت و ترس خودکشی کرده. مقصر یک مرد بود. شما هم تصمیم گرفتید مردم مجازات کنید. 7 تیر رو برداشتید، پاک کردید و گذاشتید تو دست راست خانم آلن. نامه رو برداشتید، برگ روی جوهر خشکن رو کندید، رفتید پایین، شومینه رو روشن کردید و هر 2 کاغذ رو توش انداختید. زیر سیگاری رو بردید بالا که به نظر بیاد مهمان خانم آلن رفته بالا. لعاب کنده شده از دکمه سردست و اتفاقی از روی زمین پیدا کردید. برگ برنده خوبی بود. پنجره اتاق خانم آلن رو بستید و در رو قفل کردید.
کسی نباید شک می‌کرد که وسایل اتاق و دستکاری کردید. پس جای کمک گرفتن از همسایه ها از اول پلیس رو خبر کردید. میخواستید خودتون عدالت رو اجرا کنید. اول سعی کردید زیاد حرف نزنید، اما به مرور و هوشمندانه گفتید ماجرا مشکوکه. بعدم گفتگو رو به سمت سرگرد یوستیس بردید. تلاش زیرکانه‌ای برای قتل سرگرد یوستیس بود. جین از جا پرید. قتل نبود، عدالت بود. مردک کثافت اینقدر باربارا رو آزار داد تا خودش رو کشت. باربارا وقتی تو هند 17 سالش بوده عاشق همین کفتار میشه. یوستیس جای پدر باربارا بود. با هم ازدواج میکنن و بچه دار میشن. مدتی بعد یارو بازی در میاره. بچه براش دست و پاگیر بوده. باربارا بچه رو میده یتیم خونه به شرطی که یوستیس دست از سرش برداره. یه مدت خودش رو گم و گور میکنه، بعد با اسم خانم آلن زندگی عادیشو شروع میکنه. چند وقت بعدم بچهش میمیره. برمیگرده انگلستان و عاشق چارلز میشه که انگار از دماغ فیل افتاده. چارلز آدمی نبود که باربارا بتونه گذشتهشو براش تعریف کنه. فقط من قصه زندگیشو میدونستم. وقتی سر کله لاشخور پیدا شد مرتب ازش اخاذی میکرد. وقتی فهمید باربارا قراره ازدواج کنه بیشتر اذیتش کرد. باربارا هم آخرین پولی که داشته رو بهش میده و فکر میکنه چاره‌ای جز خودکشی نداره. برام نوشت چارلز رو خیلی دوست داره، نمیتونه بدون چارلز زندگی کنه، اما به خاطر خود چارلز بهتره باهاش ازدواج نکنه. حس کرده بود تنها راهش خودکشیه. حالا بازم میپرسین چرا این کارو کردم؟ بازم بهش میگین قتل؟ بله، قتل. شاید گاهی به نظر قابل توجیه بیاد، اما فرقی با جنایت‌های دیگه نداره. شما آدم منطقی و باهوشی هستید. دوستتون شهامت نداشته زندگیشو ادامه بده. شاید خیلی براتون آزاردهنده باشه، اما حقیقت عوض نمیشه. قاتل خودشه، نه کس دیگه‌ای. شما میخواید به دست خودتون زندگی یک آدم دیگر رو نابود کنید؟ حتی اگر یک کفتار باشه؟ جین چند لحظه مکث کرد. زل زده بود به پوارو. آروم زیر لب گفت. جین بلند شد و به سرعت از خونه پوارو رفت. عجب دنیاییه. پوارو لبخند زد. خیلی طول کشید سکوت بینشون شکسته بشه. جب گفت. دیده بودم قتل و خودکشی جلوه بدن، اما ندیده بودم خودکشی و قتل جلوه بدن. دیگه نوبرشه. بله، هوشمندانه و تمیز. جب از جا پرید. واسه ببینم کیفه کجای ماجرا بود؟ ای بابا، گفتم که کیف ربطی به ماجرا نداشت. پس چوبای گلف. مسئله چوبای گلف بود. چوبای تو گنج مال یک آدم چپ دست بود. برای همین وقتی در گنج رو باز کردیم انقدر دست پاچه شد. اما سری فکر چاره کرد. ذهن ما رو سمت کیف منحرف کرد. فرداشم چوبای گلف رو نابود کرد. پس یک بار دیگه از کیف به عنوان نکته انحرافی استفاده کرد. یعنی هدف اصلیش؟ دقت کن جب. چوب گلف رو کجا میشه گم و گور کرد؟ سوزوندن و دور انداختنش که شدنی نیست. اگرم جایی بذاری ممکنه کسی پیداش کنه و برشون گردونه. خانم پلندرلیس چوبا رو میبره باشگاه گلف. میذاره تو رختکن. بعد میله های آهنی رو از کیفش بیرون میاره. با کارگر باشگاه تو محوطه باشگاه چرخ میزنه. و عاقلانه ترین کار این بوده که چوبا رو نصف کنه بندازه لایه نیزار. اگر کسی هم پیدا میکرد میگفت لابد یکی آخر بازی عصبانی شده چوبشو شکسته. برای محکم کاری یه بار دیگم از کیف استفاده میکنه. کیف رو پرت میکنه تو دریاچه. بله، اینم راز کیف کوچک. جب چند لحظه به پوارو خیره شد. بعد بلند شد زد روی شونش. ای شغال پیر، شرطو بردی. مجبورم نهار مهمونت کنم.